توی این ویدیو هر چیزی که باید درباره کنه ها بدونید و بهتون میگم، از شکلشون گرفته تا اینکه فعالیتشون چه زمانهای بیشتره و راههای جلوگیری و درمانشون. کنه ها چه شکلی هن؟ شکل کنه ها خیلی با هم دیگه فرق نمیکنه و یکم رنگ هاشون با هم متفاوته و اندازهشون از 3-4 میلیمتر شروع میشه و وقتی که تغذیه میکنن اندازهشون حتی به 2 سانت هم میرسه که اون موقعی که تغذیه کرده دیگه ممکنه خیلی دیر شده باشه. اینو خیلی ازتون شنیدم که میگید خب حالا کنه است مگه چیه؟ من که جایی نمیرم بخواد کنه داشته باشه، یا من همیشه بعد پیاده روی بدن سگمو چک میکنم و تا حالا تو بدنش کنه‌ای ندیدم. اینو باید متوجه باشید که سگ‌های ما به محض اینکه پاشون از در خونه میذارن بیرون در معرض کنه ها قرار میگیرن و من و شما نداره و دیدن این کنه های 3-4 میلیمتری لابلای موهای سگمون و پیدا کردنشون کار خیلی سختیه، مگر اینکه 2-3 روز بگذره اون کنه یکم تغذیه بکنه از خون سگمون و یکم بزرگتر بشه و اون وقت ما بتونیم با چشممون ببینیمش. کنه ها کجا زندگی میکنن؟ کنه ها توی محیط اطراف ما زیر برگ ها، چمن ها و گل ها پنهان میشن و به محض اینکه یکم هوا گرم میشه خودشونو به سطح اون برگ میرسونن و منتظر میمونن تا یک موجود زنده‌ای بیاد و به اون برگ برخورد بکنه. فرقی نمیکنه موش باشه، گربه باشه، سگ باشه یا حتی خود ما. به محض برخورد نیم صدم ثانیه‌ای اون کنه به بدن منتقل میشه. یعنی فکر نکنید که باید مدت زیادی رو توی اون محیط بگذرونید. یک لحظه برخورد داشته باشید با اون برگ، کنه به بدن منتقل میشه. حالا فرق این که کنه بیاد روی لباس من یا بره توی بدن سگم اینه که کنه میاد روی لباس من بالا پایین میره یا میاد روی دستم میخواد بچسبه، من حس میکنم و میزنمش میره، یا اینکه کلا روی لباسمون بالا پایین میره و آخرش سر میخوره و از روی لباسمون میفته. ولی وقتی به بدن حیوانات انتقال پیدا میکنه سریع میگرده لای موها یه جایی برای مخفی شدن پیدا میکنه و خودشو میچسبونه و شروع میکنه به تغذیه کردن و تا 6 الی 10 روز آینده همونجا میمونه و از خون سگ ما تغذیه میکنه. اگر کنه این که وارد بدن سگ ما میشه و شروع میکنه به تغذیه کردن حامل بیماری باشه، بعد از 36 ساعت اون بیماری رو به سگ ما انتقال میده، مگر اینکه قبل از 36 ساعت پیداش بکنین و از بدن سگمون خارجش بکنیم. بیشترین فعالیت رو کی داره؟ فعالیت کنه ها بستگی به گونه شون داره. یه گونه ای از کنه ها به نام کنه های پاسیاه که بیماری لایم و بورلیا رو معمولاً حامل هستند، توی هوای خنک پاییز و بهار و غروب و طلوع خورشید هم فعال هستند و احتیاجی به هوای گرم ندارن. گونه های دیگه کنه ها معمولاً تو طول روز و توی تابستون فعالیتشون بیشتره و توی گرما به محض اینکه هوا تو طول روز گرم میشه شروع میکنن به فعالیت کردن. کلن زمانی که تو طول شبانه روز یا تو 4 فصل سال بخوایم بگیم کنه وجود نداره نیست، مگر اینکه کلن هوا در حالت یخزدگی باشه. کجا پیاده روی کنیم که امن‌تر باشیم؟ هر وقت که با سگمون میریم پیاده روی باید به فکر کنه ها باشیم و اگه با قلاده و توی مسیرهایی که چمن و گل و گیاه نیست راه بریم، احتمال در معرض کنه قرار گرفتنمون خیلی کم و محدود میشه. ولی اگه سگتون رو بدون قلاده میبرید پیاده روی و هر جایی که دلش بخواد سرک میکشه و هر جایی که دلش بخواد و بو میکنه، جدا از خطرهای دیگه که تهدیدش میکنه، احتمال در معرض کنه قرار گرفتنش خیلی خیلی زیاده. چون گفتم کنه به نیم صدم ثانیه احتیاج داره تا سگ شما بینیشو یا پاشو نزدیک اون برگ بکنه تا کنه به بدنش انتقال پیدا کنه. راه‌های جلوگیری از کنه ها. بهترین راه جلوگیری از ورود کک و کنه به بدن سگمون قلاده های ضد کک و کنه است و اینکه کلا بدون قلاده اجازه ندیم سگمون بره توی چمن ها و گل و گیاه ها بو بکشه و بازی بکنه. اگه کنه وارد بدن سگتون شد حتما سری پشت گوش نندازید و همون موقع به دامپزشک مراجعه بکنید تا کنه رو از بدنش خارج بکنن. به خاطر اینکه گفتم اگه 36 ساعت بگذره و اون کنه حاوی بیماری باشه، بیماری رو به سگتون انتقال میده. یک راه دیگه جلوگیری از کک و کنه آمپول آیور هستش که این آمپول رو شما نمیتونید تصمیم بگیرید که من چون نمیخوام سگم کک و کنه بگیره پس باید این آمپول رو بزنه.
دامپزشکتون باید تشخیص بده که سگ شما میتونه این آمپول رو بزنه قبل از اینکه کنه داشته باشه یا نه. تأثیرات این آمپول 3 ماه در بدن سگ ها میمونه و اگه کنه‌ای بخواد وارد بدن سگمون بشه و یا از قبل کنه‌ای توی بدن سگمون باشه، این آمپول باعث میشه که اون کنه بمیره و بیفته و از بدن سگمون خارج بشه. اینو بدونید که فقط قلاده های ضد کک و کنه توی دور نگه داشتن کنه ها از بدن سگمون کمی موفقیت داشتن و اسپری ها و قطره های ضد کک و کنه خیلی موفقیتی ندارن توی دور نگه داشتن کنه ها. کنه ها بیشتر کجای سگ ها میچسبن؟ کنه ها معمولاً به اطراف صورت، گوش ها، بینی، دهان، دور چشم ها و زیر چونه بیشتر میچسبن و این جاها بیشترین کنه ها رو پیدا میکنید، چون سگ ها صورتشون رو نزدیک گل ها و چمن ها میکنن و بو میکشن و این قسمت ها بیشترین کنه ها پیدا میشه. وقتی که کنه وارد بدن سگ ما میشه اندازش 2-3 میلیمتره و پیدا کردنش لای موهاش گفتم خیلی سخته و میایید میگید چکش کردم و کنه پیدا نکردم. اگر با ذره‌بین افتادید 3-4 ساعت به جونش و کل بدنش رو با دقت چک کردید که اون 3-4 میلیمتر رو بتونید ببینید، باید بهتون بگم که نمیتونید مطمئن باشید که شما گشتید و اون کنه رو پیدا نکردید. اگرم سگتون مثل مایه من موهای تیره داشته باشه که پیدا کردنش عملا میتونم بهتون بگم محاله، مگر اینکه 3 روز گذشته باشه، کنه تغذیه‌اش رو کرده باشه و به اندازه‌ای رسیده باشه که ما حتی دست هم میزنیم زیر دستمون قلمبگی کنه رو احساس میکنیم و به راحت میتونیم با چشممون ببینیمش، که تا اون موقع هم اگه حامل بیماری بوده باشه اون بیماری رو به سگمون انتقال داده. پس هیچ راه 100% توی ایران وجود نداره برای جلوگیری کردن از ورود کنه به بدن سگ هامون، مگر اینکه شما یه دوستی، فامیلی، آشنایی خارج از ایران داشته باشید که بتونید ازشون خواهش بکنید قرص‌های جویدنی و تشویقی‌های ضد کک و کنه رو براتون بیارن و اون قرص ها و اون تشویقی های ضد کک و کنه به مدت 2 ماه تا 3 ماه توی بدن سگتون میمونه و تأثیراتش خیلی قویه و اصلا نمیذاره هیچ کک و کنه وارد بدن سگتون بشه، که متاسفانه این محصولات توی ایران هنوز نیومده و واردش نکردن و نیست. چجوری کنه رو از بدن سگمون در میاریم؟ بهترین روش اینه که شما سگتون رو ببرید و دامپزشک این کار رو انجام بده، ولی اگر خودتون خواستید این کار رو بکنید چند قطره الکل روی کنه بریزید، صبر بکنید 5-6 ثانیه که پاهای کنه شل بشه و بعد با موچین با فشار دست ثابت، بدون اینکه هول بشین، بدون اینکه عجله بکنید، آروم با فشار ثابت کنه رو انقدر بکشید تا از بدن سگتون خارج بشه و کنه رو توی چاه دستشویی و نمیدونم سطل آشغال و لای دستمال بپیچید و این ورم نذارید، چون نمیره و راهش به خونتون باز میشه، میاد بیرون و دوباره میره توی بدن سگتون. اگر میخواید بکشیدش حتما باید فشارش بدید تا یه تقی صدا بکنه، میدونم خیلی چندشه ولی باید یه تقی صدا بکنید که مطمئن بشید مرده، یا اینکه توی یه کیسه‌ای بندازیدش، درشو ببندید و ببرید از خونتون بیرون. برای همین که باید دقت و فشار ثابت داشته باشیم و اینکه دامپزشک هم بتونه بقیه بدن سگمون رو از وجود کنه چک بکنه، خیلی بهتره که خودتون این کارو انجام ندید و اجازه بدید که دامپزشک این کارو انجام بده. بیماری لایم که از کنه ها به سگ های ما انتقال پیدا میکنن، علائمش چیاست؟ به طور کلی بی‌حسی، تورم چشم، تورم صورت، بی‌حسی صورت، لنگ زدن پاها، بیماری کلیه، هر کدوم از اینها به تنهایی و جداگونه میتونه یکی از علائم بیماری لایم باشه. برای بیماری لایم درمان 100% وجود نداره، ولی با استفاده از قرص و داروها میشه عوارض و علائمش رو توی بدن سگمون کم بکنیم و از پیشرفت بیشتر بیماری جلوگیری بکنیم. و اینم بهتون بگم که اینطوری نیست که بخوام بگم این کنه بیماری بورلیا داره، این کنه بیماری لایم داره. کلاً کنه ها توی دسته حشرات عفونتزا هستن و توی اون دسته شناخته میشن که همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. پس هوای پت هامونو داشته باشیم.